سلام علیکم وندنا باشیم بیننده‌های عزیز، شب شما بخیر. نه دیگه گم کنی برات گپ زیادی نمیگردیم، بریم بخش اول برنامه رو ببینیم، شما گزارش باز ان شاء الله زودی برمیگردیم. خب بیننده‌های عزیز، سوژه این هفته ما در ارتباط به پدر و مادر است که از همشهری‌ها خود سوال میکنیم که شما آیا پدر و مادر خود دوست داریم یا خیر؟ سلام بر شما. سلام بر شما. قربان شما. شما پدر مادر خود دوست داریم یا نه؟ یعنی دوست به معنای چی؟ مثلا شما پدر مادر خود دوست داریم، برای اینا حرف و گفتین هستیم، برای اینا چیزی میخریم، توقعی از شما داشته باشم برآورده میکنیم یا نه؟ بله ها، ما پدر مادر خود خیلی دوست دارم، خیلی هم مایم ما. آفرین. بله ها. خدایی ما یعنی اولین نفره که میگم پدر مادر خود. خب شما توضیحات بدین که شما چی رقم پدر مادر خود مایین؟ ما پدر و مادر ما از ما سیوایم، ما سیوایم، اونا سیوایم. خیلی خوب. بفهمیدیم ما خونه ما جدایه، اونا خونه نا سیوایه. خیلی خوب. یعنی خونه شما که سیوای، آیا برای از اونا یک چیزی هم میخریم، میریم از اونا خبر هم میگیریم یا نه؟ ما امسال نه، امسال ما مبارک کردیم از اون، نه پارسال ما مبارک کردیم از اون، با مادر خود نیم کیلو جلیبی خریدم. انا به پیار خواهم اونا به حساب گور خیلی خوش دارم. انا دونیم سیرم گور خریدم به حساب بردم که خود چایا بخورم. امسال نه، امسال دستم تنگ بود. پارسال ما مبارک کردم از اون، برفتم خبری هم از اونا بگرفتم، انا به اونا خریدم بکردم. یعنی شما پدر مادر خوب این قدر ما این که شما پارسال بله نامه چون جلیبی و گور خریدیم، یعنی شما عمیق زر مادر خوب ما که تا حال خبر اینا رو هم نگرفتیم؟ نه تو فارغ نشدم، تا حال فارغ نشدم دیگه. انا بالاخره پارسال برفتن کفایت میکنه دیگه، میگه دوری و دوستی. درسته؟ یعنی ما به شما متاسفم. چرا؟ یعنی درسته دیگه، متاسفیم. صحیح گپ شما کنه من گردن قبسته کنی. خونه عزیزم شما پدر مادر ما گفتم شاید شما چون قدر دوستی این خود دوست داشتنی نشد. شما اگه بیشتر دوست داریم بریم از این به بعد پیر مادر خود بیشتر دوست. سوژه این هفته ما ارتباط به پدر و مادر است. آیا شما پدر مادر خود دوست داریم یا نه؟ بله حالا اشته دوست نداریم، بهشت بزر پا پیر مادر ما دوست داریم، پیر مادر خود دوست داریم. آفرین، قربان لطف شما. خب شما کمی توضیحات بدین که چی رقم پدر مادر خود شما دوست دارین؟ پدر و مادر خود دوست داریم، زود هم از اونا خبر میگیریم، به حرف گفتین هم هستین دیگه. باز هر دفعه که میرم برای اینا چیز میزی هم میبرم. 2 سال پیش به دیدن پیر مادر خود رفتم، به آقا یک مندیلی بردم، به مادر خواهم یک جور کش. خیلی خوب، آفرین، واقعیت کار با جای کردیم شما. خوب به می 2 سال پیش تا ولی دیگه هم از اونا خبری چیزی بگرفتیم یا نه؟ بخیر باز 4 سال بعد میرم، 4 سال بعد. بیننده‌های عزیز، واقعا اینا پدر مادر خود دوست دارم، به هر 2 سال یا 4 سال یک دفعه اینا خبر پدر مادر خود میگیرم. کسایی هسته که به سالهای سال نمیبینه مادر پیر خود، ما هم 2 سال هم یک دفعه ببینیم و کافیه. خب بدیدیم ها، درسته دیگه. صحیح. بخش اول برنامه دیدیم. خب بخش دیوم برنامه چیه؟ نمایشنامه، نمایش از سریال باغ بالای سیاه پی. سعی کنی که مثلا این دومات خسور چه کار میکنم، چه کار میشه، به ایرات آمدن به شیشتنی، آخر از این کار چه کار میشه دیگه. بالاخره شما خواهشمندین که ما رو تعقیب کنین دیگه. ان شاء الله شاید خدای پاک اگه عمر بده چند قسمت میشه، الا 20 قسمت 30 قسمت ما انشالله با شما جور میکنیم، صحنه‌های جالبتر بهترتره. از شما خواهشمندیم فقط ما رو همراهی کنیم دیگه، خیر بینیم، نگاه بکنیم. بگی مامانجو بگی بالا کن. اینا رو چگار میگم زراش خاله میبرین؟ پول زخم تازه نمک پاش نده. خورد دیتر اینا چگار بریم پول می کرایه که میدیم بریم اینا رو بخرین. چگار بیا اینا رو کاش میکنه از اینجا یک شو یک روز با تمام تر چگاره. چیه؟ چه کاری چرا تو پریشانی دیلا؟ نه باشم پریشان.
تو میری دیگه چه کار میشه؟ من اینجا گایستم اون علخون پیار من بیام آدمونه بسه خونه. خب اجازه خواهد اینا بستن اگر پیار خب بگو من میرم دیگه اینجا روزگار من نمیچله میرم اینجا به میرات خوب شاید اینجا پیش خسر خودم اینا میفتکم عروسی خورم پول کار میکنم پیدا میکنم دیگه. خود تو نرو میگویی بابا اینا نمیشه میشته پیار من میکشم بازی بگم من نمیرم بابا پیار رو نمیشه هرچی به مادر خوب گفتم میگم نه بابا نمایی که بری ما بچه خود یک بچه دارم ما میگذاریم که بره پیش ما چیکار کنیم؟ سکو تو برو پیش پیار تو برو پیش پیار خواه همیته که به پیش مگیره میکنی زفنه نمیزنی برو پیش همون تو مرمهی وی خدا ایشتر مایو من باشو تو مثل می پستا اندازه این پستا تمام پیازا افغانستان تو پیش مرزش داری دیگه اپی نبون چه کاره؟ آخه شما چه کار میکنه؟ وقتی که پای شما لیلی و مجنون کنیم دل مکوی چک 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 میکنه وقت تو اینجا چی مرگمه؟ چی لکک می؟ برو برو نه خب ما یک ساعتی رو میدونم گیلک دیگه انیتا رد بله نمیکنی یه رد رد مرده خب بابا گناه گیلک بابا شما هم بگم دو دقیقه که ما بگم که مثلا اشته بیایم ما اشته نیاییم میشه یک دمه هی مرگ بتنه که تو مدام اگری مدو بردی چوکو خیلی بسی به خاطر من گلی میکنی آفرین خاطر چپات نبید نه خاطر چپات بدم خاطر من گلیه نمیکنی من بورم تور نبورم دل بابا خدا شکم مرگ بده می پیرتر کن راست میگی اچی راست میگم راست شکم من خدا پاگیر بدیده که میته در و در کرده کجاییم شما میگم گیلک چه کاری بیا بریم اینجا رازدل نک موتر پر شد اما مطل تو نه ای خسرت برات یک گپ میگرده که یک گپ بشه دیگه باز خلاص اینجا باز جنگ کلون پیار میکنی بیا بریم دیگه موتر پر شده موتر اون جنگ میکنه اینجا آبا خاک که موتر اون جنگ میکنه بابا جان من اینجا 10 دقیقه دیگه من برو بگو مفته کنه میبری پول میگیری فقط که ببین اینجا میادم مفته با ما بار میبره برو میایم برو مثلا نشو برو بیاین بریم برو سعی تو مدونه یه کاری بکنه بزنی چه کاری کنم کجا شویدی چه نمدی؟ های بگی سمی گردانم من ماشیه خیاطی تو خدا دورو مرگ کنه خدا نکنه خدا دشمنای به سر خواه خوبیانه برو دیگه دشمنای برو دیگه دید برو چه گیری کردیم اینجا این چی رقم کاره از صبح 6 بجه مر زنگ زدم که بیا این 2 بجه شد ساعت اینو بار میکنم یا جنجال با ما کارت کاکا میگم یک دفعه بیا اینجا میگم کاکا جون صبح 6 بجه با ما زنگ زدیم من 6 بجه اینجا استادم شما جنجال داریم یا بار ما اینجا آخه از خود کار غریبی داریم شو و راه دور یه تر رو میمونیم به کل یک بجه میده از اون صبح اینجا خورد رضا شما قلمقال سگو کاکای من
اینجا مفته نی، من خیرات شما رو نمیبرم، با من پول میدیم که شما رو میبرم به سر وقت خود حداقل شما رو برسونم. اگه شب بمونه به طر خوش اینجا با یخن مرد میگیری. من بگم بگم 15,000 به پول به تو میدم. 15,000 روپیه که عمق زر راه خورم بس اینجا از موتر اینجا بند. آخه لافتی دارین، لیچی داریم، گندم داریم، کاکا شما برام اینو سرسره از اینا کم کو بار کنه. من برات کنه وعده ما بگیرم میشه ما خون باند دل به همین دو آدم که اینجا بله چیه؟ لالای من از صبح 6 بجه مر زنگ زدم یعنی حالا چند بجه 2 بجه شده بالکل کاکا 2 بجه شده. نه نشده. سکونیم روز که به اینجی بیاید بابا شما هفته بجه ماتا میبینیم این چشمی روز 2 بجه حالا با آخر رسیده. این روز که به اینجا بیاید 10 دقیقه بگیره. خلاص برار برای ممنون رو بچینیم که ما برو شو دیگه چیزی نمونده کلی دست بشه به تر رو بمونیم و از یخن چیزی رو میگیریم. خب بیا دیگه میرم بالا که دستاره. بخشش باشه که چای نیه نه که میاردیم شما. بیزار از اون چایم برار مرم به خونه سالم ببرم اینجا نصف بشه تر رو اینجا موتور خراب شه کارش اینجا به جنجال شما. ولی برو جو همین موتور خراب شده تو کمنی اومد. حالا جو همین رو بچینیم ما میریم. میچینیم دیگه ما کو اینجا دایره نمیزنیم که نمیزنیم. ده نمیرفتیم کو. بله. میفهمیدم همین تو جنگجولیه بودیم بخدا اگه می بیامدی ماما خصوص معصاب این خرابه اگه ما به دنبه کله شما نزدم چوب کنیم. خیر بره مالی. این موتر کی بونوش bien en el oso bien bueno بیا باشه باشه ما جانمشون نه تو کجا جا میشی برو 25 خو برو بخونه خو برو بسته داره باشه بسته داره گپ نه که زمین با تاج کو میزنم میگم خلاص چی نمونده بالا شو که خیلی فرقات میکنه. بالا شو شده که مار بکشتی تو. بالا دست نگی. نه. بالا بشی دیوار این بار بشی. ما کم بگیریم اینا رو. باره بخیرشان کنه. تو اینجا چیکار میکنی؟ تاشو! بابا تاشو! تاشو! نه آخی تو کجا میری؟ اجازه زیرا پیاری بگرفتم گفته باشه برای گفتم پیش شما باشه گفتم کار کنم گفتم برو بابا مغز سر تو خرابه تو تکلیف حساب داری خود ما گوشگی نیست به شاور میخوام یک بریلی ندارم قبول کنم این ما هم چکار کنم آره تنه میشی کردان ما بند پیار ما گفتم برو گفتم آخی طرف ما برو نیا کاکو بگیر دستی نال بگیری که میزنم اونا به خونه میفهمم اون نکن تشو میگم آره چشم تمشون کاکا جو کاکا تمشون تشو تمشون کردان ما بند تمشون پیار ما گفتم تو آخی طرف ما برو میگم تشو خب بیا تاشو دیگه تامشان تشو برو دوما جوانه شما دوما نه ما برو برو متر حرکت کن بیا متر بیا خیلی حرکت کن بالاش نیم بسی هفته سالا خلیفه چکار میکنی؟
یکی نه تاشین دیگه این چی کار میکنه اینجی؟ این لگنیه؟ من ندارم. بخیر تو چی کار میکنی؟ تو دیشب کجا بودی؟ وقت صبح شده. دیشب کجا بودی؟ ما با کجایی؟ آلی کی بارا کده؟ خبر ندارم. ترکی بالا کده. امیر بله چری بالا کده تموتر؟ خوید چیکار میکردم اونجا یادم بده موتر تاش بیو برسید. تاش برسیدیم این بهتر شد حالا کو بیا آمده دیگه چه کار میکنی؟ گب نتنم تو شما تمام. تو تکلیف اعصاب داری، تو دیونه ای، تو ساده ای، ما تو تا کردیم میگه که دیگه نه باز بالا دویدی با موتر میگه که تو دیشب کجا بودی؟ دیشب به سر جا خود. میگم پرسیدن ای بی نباشه تو با موتر مکاشک نی؟ با مادر شما؟ ها خوشو کلون منم دیگه نه دیگه. که تو چی مرگ می؟ چی لکک می؟ با 3 سال تو 13 دریبه برای من پیشکش دادی بازم رد بدل نمیکنی میفهم گپ چیه؟ نه دو پدری ها دو پام گرد میکنی لیس کپامه. امی تو کوچه رو که میبینی بله امی تو 100 تا میری به جاده میرسی ها با هم جاده بشی بسته کرد ها. موترا میام تا سم با موترا بشی برو بگریه با دخو برو بگریه؟ ها برو با خونه خویان. خود چه تهرا با منو من گرگا میخوره. برو دیگه از این که حساب خراب نشده برو خب مثل کن ما این چیز میزی. و گپ اینه کاکا جان دیگه دومات شمونه. بابا تو گپ مفرد گپی نیسته گپی نیه آدم دومات خور نمایه. مایه دومات خود دومات نه 24 تا کدیم ممنون و شیشتن و وقتستان به کدیم کدوات باشه کجا رفت؟ بد نیست من. من چی کار کنم خیلی تو گوش یک چنگه آها گلاک میگم او گیلاک استاچو کپتو خوب ببری دیگه چه کار میکنی شما؟ مونده شدیم کاکا اینا خیلی آخه اینا چی اینا در کمپانی فرشان را داریم ببریم دیگه اینا این مجمع اینا رو چه کنی اجاقا هیچی نوردن شما داله جمع میکنه کاکا یک چند وردار که دیگه پاد هم اینا خراب میشه اجاقا اول اجاقا ده برداره بگده کفشیل بگده کفشیل نه ایرگ اول اون رفته نلینا رو بیاره بیا ایسا کرم برداره اینه تو اینجا چی کار میکنی؟ برادر تو خدمت پلیس کشتی یک ریپه گردن ما بند باشه پول نداشتم موترام رو نبردم گفتم 1000 میشه میگم کلاه انکه ندارم بگم ای بدی آدمی کلاه رد میره لده چی میگی از مر؟ یه لده رد مر ما برو من پیش شما
خب ترکو دو کراسته کرده که نرفتی با دوباره بیامدی. از اون 13,000 که پیشکش دادم انا 1,000 بدیم انا که چیزه انا کرایه خور کنم 12,000 نمیشته کنیم با پیشکش. ما کارو دهان بگفتن که همین ساده نمیفهمه. از 13,000 1,000 بدین که باید کرایه خور. خب خیره حالی بیامدی که بسته کنجی به شرط کار میکنی یا نمیکنی؟ گردن من بند باشه مثل شطور وری کار میکنم. کار کنی، زحمت کشک، به فکر آینده خوشو. یک لقمه نون پیدا کو، دردی به پول پیدا کو که تو آینده داری آینده. ایره ما همسایه داده. تو نون خو بخوره شروع کی کلیکوتر کمک کنه. بسته کن. ها بسته کن. پیش نمزاد کن. خداوند شما رو به دین دنیا خال کنه. های زنده باشی. خیر بینه. نه گو خار کنه. چی بگم؟ خدا شما رو به دین دنیا خار نکنه. خب نه دیگه خار به جون شما بیای ما روادار نیم. یعنی پیش نمزاد کن. سیر شدم من. بکو نه. سیر شدم گردن من. سیر شدم. برادر اینا هم بیاری بدی بر بیار. یعنی دیگه نرم به دیخو. بگری خود دیگه نرم. نه برادر پیاده بیار. چشم. بیا. بیا نگم کاکا خسرو میگفتم تو اصلا دیگه بگری خونه چه کاره؟ گفتم بگری خونه کی گفتم؟ هماره ببخشیدم اوه گردن همه بند باشه او بسگو تو آقا من کار تو بگه که رو تو بگن روی نکنه بگی چشم بگیم اینا کن که تا دست پال حکه بنده